باز دست خالی؟ باز کار نیافتید؟ میشود زنک میشود. او کی میشود آخه میشود او از سحر که میبروی تا نیست میشود. همه در کار بودن شوهری ما در کار نیست. زنک آروم شو. میشود گفتم میشود. او چند کارخانه هم میرم نیست کار نیست میفهمم میرم. او آروم شدم که به همین روز رسیدیم. صبر کردم وقتی پیاز و کرچک پا پیدا کرد خونه ندارد. در خونه پیاز نیست، گردی روغن و گردی آرد نیست. پولی سیوید آمد از پولی کوارتیره و در کجا میرم روزی در روز خوب از سهر میبروی بیگم میدروی. زنک صبر کن همش میشه. صبر کن صبر کردم که نون پیدا نشود پیاز و کرچک پا پیدا کرد نبیاید خونه. چی صبر کنم؟ زنک بسیار خسته‌ام. التماس بیا عصبم ننوست التماس. چی عصبی شما عصبی ما عصب نیست؟ روزی دراز در خونه چی عصبی ما عصب نیست؟ این من به زندگی قشقانی شما خسته شدم. بسیار جیگ نکن میفهمم میرم میزنم. را یک پلاش شاگیر بیا. چای این اوقات بینه نه کارتوشکا دارن نه سبزی دارن. زنهای همسایه چیکم بودی دارن. خونه همسایه ها میری روی دسترخوانشون پر از ناز و نعمت. ایوه از سلا نمیگویی. همه چیز هست در این خونه ما. یک اوقاتی به مزه نمیابی که خوری. مونده شدم از زندگی قشاقانه. اوقات دهنن مزه دارن مرده؟ چی با اوقات نه کارتشکا دارن نه سبزی. کارتشکای سبزی؟ آورده بودی؟ شد. بغیر از دو بردن اون قاق دیگه چی داری؟ اون دینه آورده بودم کو. اون دینه یک دو هفته شد. دینه آورده بود. خیوهش کن مایلی. اقلا در همه اوقات نمک نانداختی؟ یا اینکه نمک هم نداریم؟ باز نمک میپرسد. مردک شده ایزا نمیکشد نمک میپرسد. نمک از خونه او چند بیارم؟ ها یعنی که حالی ما نمک هم نداریم ها؟ شما مردک شده یک بارم که خونی در اومدید؟ زنک کم بغلی عیب نیست. لیکن نمک رو نانداختن در اوقات این هم پیاز و روغنشم از همسایه خاصیت گرفتم. نه نون حلال میابی نه اوقات حلال میابی خوری. بس کردم که به همین روزا رسیدیم. اما بیزار شدم از همه خیلی زندگی قشاقانه. مردکای همسایه بینن خانه شو میروی همه ناز و نعمت است. روی دسترخوان ما بغیر از یک مستومه خالی که تو بردن اون قاق دیگه هیچی نیست. این از همه خیلی مردکه نبودنش خوب است. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ نه تو چی گفتی؟
تو ناشکر، تو نادم. معقول نیست؟ معقول نیست. کی زندگی قشاقانه میخواهد؟ خیز گم شو. جواب دادم. خیز گم شو از نظرم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیا مردک جان. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدی. بیا مردک. سازمان مردک جان. ها ناز. چلی بندسته نمیتوبی مردک؟ با کار نیفتم. هیچ کم نه مردک جان. امروز نشد پگاه نشد فردا میشود حتما. خدا خواهد میشود. انشالله خدا خواهد. میگویم که فرزند انسان با امید شیطان امید. آفرین زنک جان، آفرین. بذاری مردک. فقط وعده میدیم امروز پگاه نمیدونم کی میشه. انشالله میشود. مردک جان شما گشنه یا سیر؟ نه گشنم نه سیر. شما دستاتون شد از من خوراک تیار میکنم. نه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر نعمت خدای شما. کنی مردک جان گرید اوقات خود. خیر گرفتیم کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا مردک جان. رحمت. گرید مردک. زیغ نشوید شما همش میشود. امروز 3 دری کلخانه رفتم. یک تاش رد کرد. 2 تا دیگهش گفت که ما به شما زنگ میزنیم. خیلی انتظار میشیم زنم. انشالله همش نغز میشه مردک جان. خداوند بندهش رو هیچ وقت ناامید نمیکند. راست مردک جان. خداوند کمکیت غم نکرد مردک. شکر نعمتش همش میشه مردک جان. پگویا نیت دیگه دارم. یک روز یک کار است. همون را میکنم. خدا خواه اگر کارتشکا و پیاز و سبزی میبرم. خداوند راضی باشه. اگر وقتی که زنگ زدم شاید که همیشگی کار میبرم. انشالله نصیب. خیلی ما با امید میشیم. تنها شیطان ناامید میشود. ما بنده ها امید از خداوند داریم. خداوند هیچ وقت بنده را ناامید نمیکند. خیلی مردک جان دعا کنید منم جان. الهی آمین. الو. سلام علیکم.
ولی من کار آها رحمت پگو ها مالش رحمت حتما ساعت چند؟ ساعتی 8 حتما میایم. خب رحمت مالش. خب شکر که ناامید نکردی خداوند مهربان. هزار بار شکر. اینقدر کار کوفتن ها بیهوده نبوده است. شکر نامت پروردگار 18,000 عالم.